این ماسفت روی بدنش ترک داره، پس من میفهمم که به طور قطع این سوخته. اما این دوتا ماسفت ظاهرشون سالمه، چطور باید فهمید که کدومشون سوخته کدومشون سالمه؟ با سلام و درود خدمت همه. در این جلسه میخوایم از ماسفت ها یک تست سردی داشته باشیم تا متوجه بشیم با مولتیمتر چطور باید از سالم بودن یا سوخته بودن ماسفت مطمئن شد. خب ابتدا ما باید برای اینکه ماسفت ها رو تست کنیم از پایه های اون مطلع باشیم. من این شماتیکی از ماسفت رو آوردم تا دقیقاً ببینیم که پایه های گیت، درین و سورس ماسفت به چه صورته. خب اگر یک ماسفت رو به صورت واقعی در کنار این شماتیک قرار بدم، خب ترتیب پایه ها به این صورته. ماسفت معمولاً از سمت چپ پایه‌اش شروع میشه، گیت، درین و سورس. گیت همون پایه است که اگر بهش ولتاژ بدیم درین و سورس رو به هم دیگه متصل میکنه. روی ماسفت هم به همین صورته، پایه های گیت، درین و سورس. یعنی روش تست سرد ما با مولتیمتر به این صورته که ما میایم یک ولتاژ به این گیت تزریق میکنیم و امپدانس بین درین و سورس رو اندازه میگیریم. اگر درین و سورس امپدانس کمی داشته باشن، اوم کمی داشته باشن و حالت اتصال کوتاه باشن، یعنی ماسفت روشن شد. و اگر ولتاژ گیت رو تخلیه کنیم، یعنی گیت رو با سورس اتصال کوتاه کنیم تا حالت خازنی گیت با درین سورس تخلیه بشه، در اون صورت میایم مجدد از درین و سورس تست امپدانس میگیریم. اگر اومش افزایش یافت، یعنی OL روی مولتیمتر دیدیم، یعنی ماسفت ما سالمه، چون تونست هم روشن بشه هم خاموش بشه. اگر هم سوخته باشه، ما باید اتصال کوتاه بین درین و سورس یا حتی درین و سورس و گیت داشته باشیم. ببینیم که اینا رو به صورت عملی روی این چند تا ماسفت تست کنیم. ابتدا من میام مولتیمتر رو در حالت تست دیود میذارم. تمامی تست هایی که روی ماسفت قرار انجام بدیم، از لحاظ روشن شدن ماسفت یا خاموش شدن یا تست اتصال کوتاه، همگی رو فقط با تست دیود مولتیمتر انجام میدیم. خب بریم که ماسفت اول رو تست کنیم. من نمیدونم این ماسفت الان سوخته است یا سالمه. کافیه که یک الگوریتمی رو پیش ببرم. ترتیب پایه ها رو که یاد گرفتیم، گیت، درین و سورس. ابتدا اول باید مطلع باشیم که این ماسفت ما ان چنل یا پی چنل. تمامی ماسفتایی که من آوردم ان چنل یا نوع منفی هست. پس اگر ماسفت پی چنل داشتین، کافیه در تمامی تست ها و مراحل جای پراپا رو جابجا کنید. خب من میام ماسفت ان چنل رو تست میکنم. میام ابتدا پراپ مشکی رو میذارم روی سورس، با پراپ قرمز درین رو اندازه میگیرم. ببینید اتصال کوتاه نشون داد. قبل از اینکه کاری کنم احتمالاً ماسفت سوخته، اما هنوز نمیتونم مطمئن بشم. میام پایه گیت رو به سورس میزنم، اتصال کوتاه کردم. پس الان گیت تخلیه است. اگر ماسفت من روشن بود علامت خاموش باشه. میام مجدد تست میکنم. ببینید همچنان داره اتصال کوتاه نشون میده. پس این ماسفت سوخته. اگر پایه‌های دیگه‌اش رو هم تست اوم بگیرم، میبینید که گیت اتصالی نشون نداد، اما درین و سورس سوختن. ببینید در هر دو حالت من اتصال کوتاه نشون میده. خب پس این ماسفت سوخته. میام یه دونه ماسفت سالم رو تست میکنم تا مراحل تست ماسفت سالم رو بهتر بشناسیم و از این طریق زودتر به ماسفت های سوخته پی ببریم. ماسفت سالم به چه صورت تست میشه؟ میام مجدد پراپ مشکی رو روی سورس قرار میدم، با پراپ قرمز درین رو اندازه میگیرم. هیچی نشون نداد، اوه یعنی مدار باز. میام پراپ مشکی و قرمز رو جابجا میکنم. ببینید یک عدد به من نشون داد، بهش میگیم ولتاژ دیودی. در واقع یک دیودی هست که بین درین و سورس ماسفت به صورت معکوس قرار گرفته. تقریبا مشابه دیود ضربه‌گیر عمل میکنه، اما به خاطر ساختار داخلی ماسفت این دیود ایجاد شد و در تمامی ماسفت ها وجود داره. حالا میام مجدد درین و سورس رو در حالت مستقیم اندازه میگیرم. خب همچنان که مدار باز بود و اویل نشون میداد. میام روشن میکنم ماسفت رو. چه جوری؟ میام با پراپ قرمز یه دونه پارس به گیت میدم. ببینید یه پارس دادم. حالا انتظار دارم که ماسفت روشن باشه. ببینید یک عدد دیودی بسیار کم نشون داد، یعنی ماسفت من تا حدودی روشن شده و بین درین و سورس یک مقاومتی تشکیل شده که این مقاومت به خاطر عبور جریان مولتیمتر داره به من یک عدد نشون میده. مجدد تست کنم. ببینید 167 میلی ولت داره نشون میده. میام ماسفت رو خاموش میکنم، یعنی پراپمو معکوس میکنم. پراپ قرمز روی سورس و پراپ مشکی روی گیت. ماسفت الان خاموش شد. مجدد سورس و درین رو اندازه میگیرم. هیچ عددی به من نشون نداد. مجدد ماسفت رو روشن میکنم. به من عدد داره نشون میده روی درین.
برای خاموش کردن هم میتونم پراپ رو معکوس به ماسفت بزنم، یعنی یک ولتاژ منفی بهش اعمال کنم، و یا با پنس گیت و سورس رو اتصال کوتاه کنم. مجدد تست کنیم. کاملا خاموش شد. پس این ماسفت سالمه. الگوی تست ماسفت سالم رو یاد گرفتیم. حالا بریم ادامه ماسفت ها رو با همین الگو تست کنیم. یه ماسفت دیگه. من هنوز نمیدونم این ماسفت سالمه یا سوخته است، پس همچنان همین الگو رو پیش میبرم. اگر در یکی از مراحل عددی دور از انتظار ما به ما نشون داد، پس یعنی اون ماسفت نیمسوزه یا کاملا سوخته. پراپ مشکی روی سورس، پراپ قرمز روی درین. هیچ عددی نشون نداد. میام به صورت معکوس ولتاژ دیودی رو میگیرم، دیود هرز کرد، بله. مجدد سورس و درین، هیچ عددی نشون نداد. میام میزنم به گیت یه دونه ولتاژ مثبت تزریق کردم تا ماسفت روشن بشه. درین رو اندازه میگیرم، کاملا اتصال کوتاه نشون داد، یعنی این ماسفت به طور کامل روشن شده. میام ماسفت رو خاموش میکنم با ولتاژ منفی. مجدد درین و سورس رو میگیرم، بله ماسفت تونست خاموش بشه. پس این ماسفت هم تونست روشن بشه و هم تونست خاموش بشه و هم دیود معکوس بین درین سورس رو به من نشون داد. پس این ماسفت در سلامت کامل قرار داره. ماسفت بعدی، درین و سورس اتصال کوتاه، سریعا بریم انجام بدیم چون مراحل رو یاد گرفتیم دیگه. خب اتصال کوتاه، پس وقتی دو تا پایه اتصال کوتاهه این ماسفت قطعا سوخته دیگه، نیازی نیست پایه دیگر رو اندازه بگیرم، ولی برای یادگیری میایم اندازه میگیریم. خب هیچی به من نشون نداد. این دوتا ماسفت سوخته، این دوتا ماسفت قدرت، فقط درین و سورسشون با هم اتصال کوتاه شد و گیتشون در امان موند. یعنی یکی از حالات سوختگی ماسفت و یکی از رایج‌ترین سوختگی های ماسفت اینه که درین و سورس با هم اتصال کوتاه بشن. ماسفت بعدی، درین و سورس رو اندازه میگیرم، اتصال کوتاه نشون داد، گیت رو هم اندازه میگیرم، گیت هم اتصال کوتاه شد. یکی دیگر از سوختگی های ماسفت که شدیدترین سوختگی ماسفت محسوب میشه اینه که سه تا پایه با هم اتصال کوتاه بشن. من اگر تست بوق بذارم میتونید صدای اتصال کوتاهی این ماسفت رو بشنوید. این ماسفت کاملا سوخته و بین تمامی پایه ها اهم صفر و اتصال کوتاه رو داریم. ماسفت آخر رو هم تست کنیم. سورس، درین عدد نشون نداد. سورس درین به صورت معکوس عدد دیودی نشون داد. سورس و گیت بهش مثبت تزریق کردم تا ماسفت روشن بشه. درین رو اندازه میگیرم، بله ماسفت تا حدودی روشن شد. میشه گفت ماسفت به سختی روشن شد. چرا؟ چون ولتاژ خروجی پراپ های مولتی متر من 3 ولته، ولی ماسفت برای روشن شدن کامل به ولتاژ بالاتر حدوداً 10 ولت، 15 ولت یا 20 ولت نیاز داره و توی مداراتی که ماسفت رو درایو میکنن معمولا از ولتاژ 15 ولت برای روشن کردن ماسفت استفاده میکنن. نشون که روی بردهای اینورتر لباسشویی ها یه ولتاژ 15 ولت هم در کنار 12 و 5 داریم که از طریق اون ولتاژ 15 ولت میان گیت آی جی بی تی ها رو فرمان میدن، چون گیت خاصیت خازنی داره و برای روشن شدن نیاز به یک سطح ولتاژی داره که این سطح ولتاژ در استاندارد ماسفت ها معمولا 15 ولت در نظر گرفته میشه. خب این ماسفت هم که به سختی روشن شده بود میام مجدد خاموشش میکنیم، ببینیم آیا میتونه خاموش بشه. بله خاموش شد. مجدد روشنش میکنیم و عدد 1983 میلی ولت رو به من نشون داد. خاموشش میکنم، بله این ماسفت هم سالمه. معمولا ماسفت هایی که ولتاژ پایینتر و جریان بالاتر جزو محدوده تحملشونه با تست دیود مولتیمتر میشه بهتر روشنش کرد، یعنی میشه به گونه‌ای روشنش کرد که عدد اتصال کوتاه روی مولتیمتری. اما ماسفتی که ولتاژ بالاتر و جریان پایینتری در محدوده تحملشون هست با مولتیمتر یه مقدار به سختی تر روشن میشن. پس عدد دیودی که به ما نشون میدن یا عدد بین درین سورسی که به ما نشون میدن یه مقدار بالاتره. مثل این ماسفت که عدد 1000 خورده نشون میداد، اما این ماسفت عدد تقریبا نزدیک به صفر نشون میداد، عدد 2000 میلی ولت نشون میداد که نشون میده که ولتاژ کارش پایینه و با همین 3 ولت مولتیمتر تونست به راحتی روشن بشه.
در این جلسه تونستیم فقط با مولتیمت و در حالت تست دیود از ماسفت ها تست سلامت بگیریم و یاد بگیریم که چطور ماسفت سوخته رو از ماسفت سالم تشخیص بدیم و هر کدام نسبت به هم چه ویژگی‌هایی دارن. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. در جلسات آینده سعی می‌کنم تست گرم ماسفت و دیگر قطعات رو هم با هم داشته باشیم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. تا دوری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.